که من خودم گفتگی باشم، خودی که از زبان من باره. بله. همین خیلی محبوب عزیز شده موندن. منم دویم هم بالای جایگاهی کاری من با کتاب مهرنیسا موندگی دویم ورق زده میستم. بسیار شعر و سرود ترانه‌ام هست. چون وقتی که نیم عصر فعالیت دارید البته شما حقوق استادی دارید، استاد هستید. چقدر شاگردها که تعلیم گرفتند و پی فعالیت پیوستند. مثلا همچون استاد شما فرهنگ بلند سرایندگی و ولایت آدمیت هنرمند را در چی میبینید؟ تشکر. این بسیار پهلوهای زیاد دارد. عقل سالم کامل بودن، بسیار چیزای دانستن در کار میشه در این کار. بله. امروز شاگردها حق استاد را، یعنی که حق شما رو پاس میدارن؟ بله. شما چی در جوانی حق استاد رو پاس میداشته؟ بله. کی بودن استادها؟ تاثیر ایشون به ایجاد شما رسیده باشد؟ فیض و برکت ایشون در هنر شما در زندگی شما رسیده باشد؟ من همین دنیا خودش سبب میشه، تولد میشه، سبب میشه میگذری. بله. یا که با یگم رفتند و رویم و باز آیند و روند. بله. بله. من سبب هنرمند شدن من استاد عزیز من شاگردم ظفر ناظم. بله. یادی استاد ظفر ناظم، یادی استاد آدینه هاشم، یادی استاد نگینه رؤوف، یادی باقی استادهایی که واقعا هم برای رشد فرهنگ ما جانیساری کردند، خدمت ها کردند. به خیر و شادی باشد. شما یک نفر هنرمند هستید که باری صنعت ملت خویش را، صنعت تاجیک را، باری فرهنگ را، ننگ همین فرهنگ را به دوش دارید، اما که همسفر حیاتی شما، رفیق شفیق شما، مادر فرزندهای شما غیر تاجیک است. بگویید که زن غیر تاجیک داشتن هنرمند طول سالها معلوم می شود که بردی هنرمند باشد، بردی هنری او باشد یا باختی او یا به ضرر او؟ من میکنم که برد باشد. مادر فرزندان من گرچنده که از مردم کافکاس هم باشن، در دشت جوم تولد شدگان کس. مثل که تاجیک هستند. ما گمان نمیکنی که غیر تاجیک باشن اون کس. بله. یاردم میکنن، مدد میرسن. بسیار ما بسیار یک 40 سال همراه زندگی، ممکن من یک 10 سال همراه باشم، 30 سالش سفر بگذاشتگی. سفرهای هنری؟ سفرهای هنری. اگر بسیار میبایست که طاقت کند. بله. آدم فراست و معرفت باید میبود که طاقت میکرد. بله. پس بله. بود. بله. بله. از همین سفرهای هنری، از همین فعالیت نیم عصره برکت هنر رو دیدید؟ بله. در چی؟ به خاطر هنر من قریب تمام دنیا گشتم. هنر شما رو جهان گشته کرد؟ جهان گشته. زیاده از 100 مملکت دنیا گشتیم. کجای میرویم حرمت میکنن، عزت میکنن، بالاگذار میکنن. برای چی بهتر با چی میشه؟ بله. برای چی هنر مثلا هنرمند تیز اگر که بخت اومد کند میتواند که تیز محبوب شود، موفق شود؟ چرا ما مثل که محبوب شدنمون آسانتر است، اما که همین محبوبیت رو داشتنمون مثل که هنر نداریم، محبوبیت رو داشتن نمیتوانیم، معروف بودن رو داشتن نمیتوانیم. چی باید کرد؟ تمام کار دنیا سیاست خود دارد. حتی هنر هم سیاست دارد. اگر سیاست اگر ندانی تیز از بین رفتن ممکن. بیایید ما از بین نمی رویم، چون اسباب‌های زنده که پهلوی ما هست. باز یک لحظه شما امکان دارید که دور سازید ما و بیننده بسیار عزیز و گرامی برنامه ما رو یک لحظه از این دنیا و شر و شورها. باز چیزی شاید می سرایه. زنده باشید. تشکر.
فلک بر دشمنانم عقل انسانی بده جهل را بر هم بزن رحم مسلمانی بده دشمنی بر کس نورزد آن که آگه از خداست دشمنی بر کس نورزد آن که آگه از خداست هرچی از مهر خداوند است ارزانی بده هرچی از مهر خداوند است ارزانی بده هر کسی بر خانه و بر خانه ما دارد حسد هر کسی بر خانه و بر خانه ما دارد حسد ناز و نعمت را برای او فراوانی بده ناز و نعمت را برای او فراوانی بده بد زبانی با غضبگر از پی تحقیر شد بد زبانی با غضبگر از پی تحقیر شد بر زبانی او کلامی پاک ربانی بده بر زبانی او کلامی پاک ربانی بده در دولم دستی من در گریبان مباد در دولم دستی من در گریبان مباد بر گریبان گیری ما این صاف رحمانی بده بر گریبان گیری ما این صاف رحمانی بده ای فلک بر دشمنانم عقل انسانی بده کم نشده زنده باش وقتی که همراه خود برادر نوازنده رو آوردید یعنی که موفقیت هنرمند سخت از نوازنده هم وابستگی دارد همین طور؟ 100%. پس شما طول فعالیت نیم عصره با نوازنده ها از کدام نوازنده می نگریستید؟ مناسبت شما با ایشان چگونه بود؟ بهترین مناسبت چون که من مکتب کودکانه موسیقی همچون نوازنده تمام کردم آموزشگاه موسیقی شهر دوشنبه را همچون نوازنده تمام کردم سال 67 سال بعد ختم آموزشگاه فاکولته صنعت در گذشته وقت پیت اینستیتوت شفچنکو فاکولته صنعت گشوده شده بود یکم ختم کرده هستید؟ ختم کرده همون فاکولته هستیم که فاکولته صنعت بود من همچون نوازنده یک چند دیپلم دارم که من همچون نوازنده سرایندگی اکن
هوس، آرزو. بله. یعنی که نوازنده رو به چشم کم نباید دیدن، مرتبه اون نیز به اندازه مرتبه هنرمند است. من یک چیز شما به حاضر میگم، صحنه نمایشنامه، در صحنه چی هست؟ نوازنده هست، سراینده هست، بالت هست، یا که بالت یا که رقص. سراینده نباشد میشد کنسرت گذاشته. بله. رقاصه هم نباشد رقاصه هم نباشد میگذاره، موسیقی هدایت موسیقی میکند. نباشد نمیشد گذاشته، برای که بی موسیقی نه سراینده کار پیش برده میتوند، نه رقاص، نه بالت. بی موسیقی یگام قدم زده نمیشد. موسیقی نوازنده جای اگر مقام بگیره مقام اول بمیستد، لیکن افسوس. چرا افسوس؟ ولی ما به اون مرتبه نرسیدیم. برای عیانیت در همین ترانه‌ای که شما سراییدید چی کمک بود از جانب همین برادر نوازنده؟ اکنون این کس ضرب، حاضر من شما را یک آسانتر کرده میگم. من با شما پویزد را، یک پویزد بارکش را مثال میبیارم. ضرب همون ماشینه که همون واگونایی که پویزد کشیده میبرد. اودرنی سیستم میگن زبان روسی موسیقی. این پروازی است که همون واگن، حافظ، رقاص دیگر را کشیده میبرد. ضرب کشوله میکنه، کشوله کرده میبرد. بی ضرب یگام کار کرده نمیشود. عموما صحنه برآمدن ممکن نیست بی ضرب. بله. سلامت باشید. از صحبت ما خسته نشده؟ تشکر، من بسیار خرسنده شدم. سلامت باشید. چون موضوع صحبت ما که بود هنر و رسالت هنرمند، شاید سوال آخران می شود بگویید که هنر چیست و رسالت هنرمند از چی باید عبارت باشد؟ هنر این خودش داد خداست، از طرف خدا است. باز علمم در کار، عقل در کار، فراست در کار، نگاه در کار، بسیار پهلوی زیادی در کار که هنرمند کامل برای هنرمند کامل بودند. نام هنر بیشتر بود یا نام هنر برای شما تیزتر دسترس می شد؟ اگر نام شود نام می شود، اگر نام نشود هنرمند، اگر نام نشود نام نمی شود. شاید هنرمندی هم صحبت ما پرینسیپ خاصه خود را داشته باشند. چی پرینسیپ دارید شما در زندگی؟ پرینسیپ های من بسیار آدم بودن، مهر و محبت زیاد داشتن نسبت دوستان، برادران، رفیقان. اون در اطرافیان خود مهر و محبت زیاد داشتن. آدمیزاد چی کاری که میکنه و عملش آخر به میبیند آدمیزاد. بله. گندم کردگی گندم میدرود، جو کردگی آدم جو میدرود. بله. از این گریخته نمیشد. انسان که به کمبودی نمیشود. همین ترانه در طول عمر خیش فریب خوردن هاتون زیادتر بود یا فریب دادن هاتون؟ راست گپ، من خودم آدم کامل میشمارم. من بسیار پرهیزگار آدمم. از این آفرین. با کی در زندگی با کی تیزتر زبان مییابید؟ با جنسی شریف، با مردها، با جوره هاتون یا با جنسی لطیف، با زنها؟ با زنها تیز زبان مییابم. نمیدونم، بیشتر با جنسی لطیف تیزتر زبان مییابیم. ما یک دیگر رو میفهمیم. این زمان چی مطالعه میکنید؟ باز هم مهر نیسا؟ قرآن مطالعه میکنم. مهر نیسا با کلاسیکا. با قرآن از روی سن سال رو آورده یا اینکه واقعا هم محبت خاصه است؟ از سن سال. دیگر برکت در کسب و کارتان، چون گفتید که نقلیات که از در بیرون نگران است و گفتید که معرکه دارید، دیگر ما ضامن وقت شما نمیشویم. برکت در کسب و در هنرتان. برای تشریفتان یک جهان تشکر. امروز پیرخانه ماست، اما که واقعا هم سابق خانه شما بود. در و دل و آغوش پر از مهر کارمندان مؤسسه فرهنگی تلویزیون سفینه همیشه گشاده به سوی شما هنرمندهای ارشد. من میخوام که وطن من توی خانه باشه. بله. وطن من آباد باشه.
منم خلقان وطنی من پر از مهر محبت باشد، پر از عشق محبت باشد و پر از انسان‌های بننگ و بناموس و وطن دوستدار باشد. وطن دوستدار باشد. بله. یگانه آرزوی من آبادی، روشنی و باقی آرزوها در ترانه‌ای که پیشنهاد می شود. تشکر زیاد. زنده و جاود باشید. من ترک عشق بازی و ساغر نمی کنم، 100 بار توبه کردم و دیگر نمی کنم. باغ بهشت و سایه تو به قصر حور، با خاک پای دوست برابر نمی کنم. بیای دو تا بینی رخی از غم خزانم را، بیای دو تا بینی رخی از غم خزانم را، و زیری ما کمی مادم فتاد جیز و جانم را، شکست قامتی سروی من از درد پریشانی، شکست قامتی سروی من از درد پریشانی، نه تدبیر فلک جوید نه پروای زمانم را، نه تدبیر فلک جوید نه پروای زمانم را. همه درد همه عشق همه رنج فریادم، همه درد همه عشق همه رنج فریادم، هزاران دو و زخمی گذرگاهی فغانم را، هزاران دو و زخمی گذرگاهی فغانم را. چیسان آتش در این پیکر فتاده خود نمیدانم، چیسان آتش در این پیکر فتاده خود نمیدانم، که آهم به صدا سوزد تمامی تو
خانم را که آهم به صدا سوزد تمامی تو خانم را. کجا شد سر سامانه که عمر هم صدایم بود؟ کجا بردی خداوندا دعاگویی تمامم را؟ چرا مهری نیسارا کرد سرگردان همه دارم؟ چرا مهری نیسارا کرد سرگردان همه دارم؟ زینا شکری نگه دارم خداوندا زبانم را. زینا شکری نگه دارم خداوندا زبانم را. خداوندا زبانم را.